در سال 1844 میلادی برابر با 1260 هجری قمری در ایران در شهر شیراز و در این اتاق تاجر جوانی به نام سید علی محمد ملقب به باب اعلان فرمود که او برگزیده خداوند است تا عالم را برای استقبال از پیامبری جلیل که از جانب همان خداوند به زودی ظاهر خواهد شد آماده نماید. نهضت بابیه در اطراف ایران به سرعت منتشر شد و حکومت وقت کوشید تا مانع انتشار دیانت حضرت باب شود. لذا پس از اذیت و آزارهای فراوان دستور داد ایشان را در قلعه ماکو که در شمال غرب ایران واقع است محبوس نمایند. با وجود این مردم از تمام طبقات به آیین آن حضرت گرویدند. در سال 1850 میلادی حکومت وقت ایران فرمان داد تا حضرت باب را تیرباران کند. این حکم در میدان سربازخانه شهر تبریز به مرحله اجرا درآمد. پس از شهادت حضرت باب پیروان ایشان دچار مصائب و بلایای شدیدی شدند و تعداد کثیری از آنان از زن و مرد و کودک به قتل رسیدند. در میان نخستین پیروان حضرت باب جوانی شریف به نام میرزا حسین علی نوری بود که در تهران زندگی می‌کرد. ایشان بعداً به بهاءالله موسوم شدند. در سال 1852 میلادی حضرت بهاءالله را در زندان سیاه چال تهران، محلی کثیف و تاریک و مرطوب که در زیر زمین قرار داشت محبوس نمودند. حضرت بهاءالله در کیفیتی که پاهایشان در کند و گردنشان در قل و زنجیر بود، شبیه در عالم رویا نزول وحی الهی را تجربه فرموده مأمور انتشار شریعت جدیدی شد. پس از 4 ماه حبس، حضرت بهاءالله از زندان سیاهچال تهران آزاد شدند. آنگاه به فرمان حکومت وقت کلیه اموالشان را ضبط و ایشان را به سرزمین عراق تبعید کردند. در 22 آپریل سال 1863 میلادی پیش از آنکه حضرت بهاءالله را از بغداد به استانبول تبعید کنند، ایشان در خارج شهر بغداد در باغی به نام نجیبیه رسالت روحانی خیش را به عموم همراهانشان اعلان فرمودند و گفتند موعودی هستند که حضرت باب و جمیع انبیاء پیشین به ظهورشان بشارت دادند. پس از 4 ماه اقامت در استانبول، حضرت بهاءالله را در سرمای شدید زمستان به فرمان حکومت عثمانی به نقطه دیگر یعنی ادرنه تبعید نمودند. در 2 ماه دسامبر 1863 میلادی حضرت بهاءالله به ادرنه وارد شدند. ایشان در اواخر اقامتشان در ادرنه الواحی خطاب به سلاطین و رؤسای عالم در آن زمان صادر فرمودند.
از جمله ناپلئون سوم امپراتور فرانسه، ویکتوریا ملکه انگلستان، امپراتور ویلهلم اول قیصر آلمان، الکساندر دوم تزار روسیه، فرانسوا ژوزف امپراتور اتریش، پاپ پی نهم رهبر کاتولیک های جهان، سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی و ناصرالدین شاه پادشاه ایران. حضرت بهاءالله طی خطابات خود به سران و تاجداران عالم آنان را به برقراری صلح دعوت فرمودند و توصیه نمودند که به حدود و ثغور یکدیگر احترام بگذارند و بشریت را به سوی صلح هدایت کنند. اگر آنان به انذارات حضرت بهاءالله توجه می نمودند، یقیناً بشریت می توانست از بلای جنگ های اول و دوم جهانی و نیز مناقشات سخت و پراکنده ای که از آن زمان تا کنون رخ داده در امان بماند و به درد و الم دچار نشود. اما متاسفانه سران عالم به انذارات حضرت بهاءالله توجه نکردند. حضرت بهاءالله معالاً در اثر اصرار مخالفینشان به دستور حکومت وقت عثمانی به عکا، نقطه دوردست و متروکی در آن سرزمین که تبعیدگاه مجرمین و سارقین بود تبعید شده و به حبس شدید گرفتار گشتند. عکا نقطه‌ای دور از آبادی و تمدن بود که از شدت عفونت و آلودگی محیط و هوایش گفته میشد که حتی پرنده‌ای قادر به پرواز در آسمان آن نبود. این محبس سخت و شدید آخرین نقطه تبعید حضرت بهاءالله بود. حضرت بهاءالله مدت 2 سال و 5 روز در این زندان انفرادی دور و متروک با تمام مشقت‌ها و مصائب به سر بردند. عده‌ای از پیروان ایشان به شوق دیدارشان مسافت‌های بسیار دور را از ایران تا عکا با پای پیاده می‌پیمودند تا مگر از مشاهده محبوبشان جانی تازه یابند. ولی فقط با دیدن دست ایشان که از پنجره زندان به آنها اشاره می‌فرمودند اکتفا نموده مراجعت می‌کردند. سرانجام پس از 2 سال حبس و گرفتاری در قلعه مستحکم عکا به حضرت بهاءالله اجازه داده شد در داخل شهر عکا ساکن شوند. پس از 7 سال اقامت در شهر عکا، حضرت بهاءالله در بنایی موسوم به قصر بهجی واقع در خارج شهر عکا منزل گزیدند که در آنجا بسیاری از آثارشان نازل شده است. در 29 ماه می سال 1892 میلادی
حضرت بهاءالله دیده از جهان خاک فرو بستند و عرش مطهرشان در اتاقی واقع در خانه‌ای که ملحق به قصر بهجی در خارج شهر عکاست استقرار یافت و بدین صورت عکای تحت حکومت عثمانی محل درگذشت حضرت بهاءالله و قبلگاه بهائیان جهان شد. بینندگان عزیز، آنچه مشاهده نمودید مروری بود بس مختصر و گذرا بر تاریخ پیدایش آیین بهایی در سالهای اولیه آن. قسمت دوم این تاریخ مصور را در برنامه هفته آینده ملاحظه خواهید نمود.